همه دوست ندارن موهاشون صاف باشه، ولی قطعا همه دوست دارن موهای سالمی داشته باشن. باید چیکار کنیم؟ فیلر لاکس ویسیج، محصولی که مناسب همه افراد هست، محصولی که صافی اصلا نداره اما احیای بی‌نظیر به موها میده. شما میتونید اگه موهاتون فرفریه، اگه موهاتون دمیج دکولوره هست، نچراله و هر تایپ مویی هستید، از این محصول بدون هیچ محدودیتی استفاده کنید. تراپی این محصول به صورت سرد انجام میشه و اصلا اتوکشی نداره. این محصول هم کاربرد استفاده در سالن ها رو داره، هم به عنوان یک تراپی خانگی احیای بسیار قوی میشه ازش استفاده کرد. مراحل انجامش در سالن ها هم به عنوان کوکتل سازی و ترکیب با موادها میشه استفاده کرد، هم به عنوان فیلر تراپی. کوکتل سازیش در پروتئین های لیپیدی و موادهایی مثل بوتاکس های بر پایه کلاژن انجام میشه و بسیار نتیجه های خوبی با شاین بسیار بالایی بهمون میده. خب مرحله اول کار با مواد فیلر تراپی لاکس ویسیج، باید اول موها رو بسته به نیاز مو با شامپو شستشو بدیم. یعنی چی؟ یعنی اگه مو دکولوره باشه، خیلی آسیب زیادی داشته باشه، حداقل یک بار با شامپوی خنثی بشوریم. یا اگه دیگه خیلی آسیبش زیاد بود و کشسان بالایی داشت، اصلا نیازی به شامپو زدن حتی نیست، با آب تنها میشوریم. و هر چقدر توانمون بالاتر باشه ما شامپو رو بیشتر میکنیم. یعنی وقتی که موها کامل تار زخیم بودن، میایم از شامپوی قلیایی قوی و پیهاش بالا استفاده میکنیم که قشنگ فلس مو باز بشه. یه نکته اینجا هست که میگیم چرا موهای دکولوره رو نباید زیاد با شامپوی قلیایی شست؟ چون موهای دکولوره دیگه پولکی براش نمونده، یعنی فلس مو خودش بازه، پولک ها کامل از بین رفته بر اثر دکولوره اشتباه، حالا یا دکولوره زیاد، فلس ها از بین رفته و پولک ها کامل بازه و نیازی به باز کردن اونها با شامپوی قلیایی نیست و با این کار ما فقط داریم آسیب بهمون میرسونیم. پس نیازی نیست که با شامپوی قلیایی شسته بشه. با یک شامپوی خنثی پیهاشش با مو متعادل باشه، موهای دکولوره رو شستشو میدیم و موهای نچرال رو با شامپو قلیایی میشوریم که فلس ها باز بشه و آماده سازی بشه برای یک تراپی. خب میرسیم به مرحله دوم. نم موها رو تا 80% میگیریم و روی نم 15 تا 20% شروع به موادگذاری شماره 1 میکنیم یا همون مواد اصلی فیلر تراپی. مواد رو که کامل به مو آغشته کردیم، موادگذاریش با دست انجام میشه و اصلا با براشینگ یا براش یا شونه یا هیچ متریالی نیست، چون مواد فیلر یک روغن کاملا سبک و ارگانیکه و علاوه بر این که ضرری نمیرسونه، بسیار مغذی هم هست، هم برای اسکالپ هم برای پوست و هیچ محدودیتی توی موادگذاری نداریم. خب میرسیم به مرحله سوم. بعد از آغشته کردن موها به مواد، موها رو کاور میکنیم و 20 دقیقه مکس میدیم. تو این 20 دقیقه 2 بار به صورت غیر مستقیم از روی کاور موها رو سشوار کشی میکنیم با درجه حرارت ملایم سشوار. بعد از تایم مکس موها رو به 4 بخش تقسیم میکنیم و شروع به براشینگ و سشوار کشی میکنیم. توجه داشته باشید براشینگ و سشوار کشی بسته به ضخامت مو انجام میشه. هر چقدر ضخامت مو بیشتر باشه، موها نچرال و سالمتر باشه، براشینگ بیشتر و حرفه‌ای‌تر میتونیم انجام بدیم. اگه توان مو کم بود، تار مو نازک بود، براشینگ ساده تر و سطحی تری باید انجام بدیم و اگه خیلی کشسان بود و موها آسیب شدیدی داشت، با یه برس و سشوار کشی هم کارمون را میفته. در نهایت مرحله چهارم میرسیم به مواد تثبیت فیلر یا همون لیفتینگ میلک. بعد از اینکه براشینگ و سشوار کشیمون تموم شد، موها رو نمدار میکنیم و شروع به موادگذاری لیفتینگ میلک میکنیم. این مواد کاملا کرمیه و مثل ماسک مو میمونه و خطری برای دست یا برای پوست نداره و میتونید اون هم با دست انجام بدید و کل مو رو آغشته به مواد کنید و 15 دقیقه به صورت تنابی موها رو ماساژ بدید. بعد از 15 دقیقه کامل موها رو شستشو میدید و یک موی کاملا احیا شده با حفظ حالت اولیه مو تحویل مشتری بدید. بیاید موادش رو با هم ببینیم. مرسی که تا اینجای کار با ما همراه بودید و اگه دوست داشتید میتونید سابسکرایب کنید و این زنگوله رو فعال کنید.